در هفته گذشته از تاریخ 21 سور 1403 هجری شمسی الی 27 سور از طریق خطوط آهن افغانستان 70527 متریک تن انتقالات صورت گرفته است. در این میان از طریق بندر حیرتان 48921 تن، بندر اکینا 8282 تن و بندر تورغندی 13324 تن، مجموعاً 70527 متریک تن که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد می شود به کشور وارد و صادر شده است. در مجموع انتقالات یک بخش آن صادرات است. در هفته گذشته 3262 تن اموال تجارتی صادر شده است که مقدار زیادی آن میوه خشک و جوس آبی انار است. هرچه میزان انتقالات و صادرات از طریق خط آهن افزایش می‌یابد، فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌شود، عواید ملی افزایش می‌یابد و راه به سوی ثبات اقتصادی، ترقی و خوداکتفایی باز می‌شود. تاجران عزیز، اگر می‌خواهید اموال تجاری خود را به شیوه مسئول، ارزان و سریع از طریق خط آهن انتقال دهید، می‌توانید با مسئولین مربوطه اداره خط آهن افغانستان در مرکز کابل و ولایت تماس بگیرید. اداره خط آهن افغانستان سعی می‌ورزد تا شرایط مناسب را برای انتقالات و سهولت‌های بیشتر را برای تجاران فراهم نماید.